سلام و درود به پایان به مردم سربلند و اذیت کشیده تاجیکستان عزیز و قرقیزستان. قالوا لله و انا الیه راجعون. برادرها، طی 2 روز 3 روز می شود که چقدر کشمکشی ها و جنگ ها رفته شده است. برادرها، به این مصیبت زده ها، به این خانواده هایی که فرزنده های خود را دست دادند، به این شرمردا، به اینها خداوندا برای حمایه مرزبوم تاجیکستان عزیز جان خود را از دست دادند. به اینها خواهان آن است خداوند جاشون جنت الفردوس گرداند. به اهل و بیت اینها، به پدر و مادر اینها خدای مهربان صبر جمیل عطا فرماید. برادران عزیز و گرامی قدر، یک مراجعت دارم نسبتی آقساقالها، پیرهای کاری روزگار دیده پستی و بلندی ها را دیدگیند از قرقیزها. با شما من مراجعت دارم برادران قرقیز، مراجعت دارم برادران تاجیک. امروز کشمکشی ها شده ایستند، امروز جنگ ها شده ایستند، امروز هر کس نواری کرده شده است. اولا با آن بلاگرها و بلاگرچک ها ما خاطر رسان میکنیم که هر خیر نوارها را شما نپرتید، مردم را به تهلکه نیفکنید. برادران عزیز و گرامی قدر، وقتی که شما یک ویدیوی میکنید، وقتی که ما در جای آسایشته زندگی داریم، پدر و مادر، باباها چنان هم راه افتاده میشوند، چنان هم اشک غم ایوان جاری میشود. برادرها احتیاط شوید، هر خیل ویدیوها را نپرتوید. ویدیو در سطح دولتداری خودشون حل خود را مییابند. برادرای قرقیز، پیران کار قرقیز، آقساقالهای قرقیز، به شما مراجعت کرده میگم، هرچی حد و حدود دارد، همسایگی حد و حدود دارد. خیلی نکنین. شما جمع کنین جوانها را، آن جوانهایی که حاضر نسبتی مقدسات ما چقدر به حرمتی کردن، تمام تاجیکستان با پاکیزه است. برادران قرقیز، حد خود را بشناسید. من مراجعت به شما دارم، حد همسایه را بشناسید. این جنگ ها میگذرند. با ما انشاءالله با امر خدا سر یک دسترخوان جمع میشویم. نسبت پرچم ما که با چقدر خون شهیدا در این پرچم ریخته است، هر یک شهروندی برامندی تاجیک بوسه‌باران میکند پرچم. شما نسبت پرچم ما به حرمتی کردید. شما اندیشه کنید. من خواهش دارم از مقامات قرقیزستان، خواهش دارم از پیران کار قرقیز، خواهش دارم از آقساقالهای قرقیز، نسبت این جوانایی که نسبت پرچم ما به حرمتی کرده است، ما را به تهلکه افتانده است، تمام تاجیکستان با پاکیزه است. پرچم ما را باید شما به این حال، به این کار، به این خیل وید نمیکردین. پرچم ما را نسبت پرچم، نسبت دولت، نسبت همسایگی یا حرمت احترام باید داشته باشیم. پرچم ما را وقتی که در دست شما ایستاده، پرچم شما بسیار دوشان بده، بریم یا ناحرمتی کنیم، نمیشه. بخیر اندیشه کنیم. پرچم را باید شما میگرفتید، بسیار طعم کردید، همچون حرمت احترام همسایگی میگذاشتید. روزی میشید که ما با موافقه میرسیدیم، روزی میشید که ما آشتی میکردیم، روزی میشید که ما همچون برادر دست به دست میکنیم، پرچم ما را با دو دست آدم میآوردی، میگفتی که حق همسایگی را ما اجرا کردیم. شما بسیار نکنین خیلی کار. من خواهش میکنم به حکومت قرقیزستان، من مراجعت دارم که نسبت این جوانانی که تفریقه، این جوانانی که علنگه جنگ را خاموش کردنی نیستند، این جوانهایی که نسبت پرچم با به حرمتی کردن، تمام تاجیکستان را با پاکیزه است. فرزندان ملت ما رو نمانده هستند، نمیمونن، میگن بسین، قرار بسین، حالی خود رو میواد. این سرحد صاحب دارد. برادران قرقیز و تاجیک، سرحد صاحب دارد. در رمکه حکومت این سرحد حل می شود. هیچ یک پادوان، هیچ یک فرمر، هیچ یک قشلاقدار که در اونجا نشسته قدم کرده سرحد را جدا کرده نمیتونه. سرحد در رمکه قانون جمهوری تاجیکستان، در رمکه قانون جمهوری برادر قزاقستان ان شاء الله با امر خود حل خود را مییابد.
ما مهنتکشان، ما زحمتکشان، ما فرمرها، ما خلق عادی حقی گرانی سر قدم کردن نداریم. حقی نداریم که جای ما جای شما. صبر کنید، شما با امر خدا حل خود رو می‌یابید. بعد دیگر سخن گفتنی هستم. برادرها، آیین آتش بس قطعا رعایت کرده شود. کسی که آتش بس را رعایت نمیکند، خواه از طرف برادران قرغیز، خواه از طرف برادران تاجیک، و اینها خائن هستند. آتش بس قطعا رعایت کرده شود. آن سرحدبانی که از اون طرف است، آن از سرحدبانی که از این طرف است، شما کینه و کدورت را پرتوین، بس کنین، آرام شوین. حکومت تاجیکستان، حکومت قرغیزستان با موافقه میبیان، انشاءالله حل خود را میبرد. شما نخیزین با یک تیر و کمان در دست دو سرحدبان، یکی قرغیز و یکی تاجیک در دست دو سرحدبان، شما میخیزین نسبت نفرت پس شه، آرام شه. شما میخیزین طرف قرغیزستان، طرف تاجیکستان یا قرغیزستان، یا که طرف تاجیک یا قرغیز یا قرغیز تاجیک یک تیر میکشوید. وای ها میگن که میخیزن، وای ها میگن تیر طرف ما تیر کشود، شما رو تیر میکشونه، یا تیر که شما رو تیر میکشه. چی گپای؟ کسی که ما با فرزانه ملت، با سپرهای سرحد، ما با شما مراجعه دارم. شهر بچه‌ها کنترل سخت کنین. یک تیری ناخلق باید نه اوسو برای نه ایسی بیاید. یک تیری که هنگامی که میزنید ای طرف نسبت قهر و غضب میزنید، وای ها رم یا که وای ها یا ما جواب میگردونیم. نکنین. آتش بس تمام. کسی که یک تیر میکشاید دشمنی ملت تمام. نکشین. تیر کشادن لازم نیست. او جنگا رو ما میدونیم. شام میشه تا 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 میزنه، او شایسته تا 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 میزنه. گیجاشید آتش بس قطعا رعایت کرده شود. برادران قندمند، ایشانلا با امر خدا باز هم تکرار شود، جنگ بحث می شود، حل خودشا مییابد. ما باید دوست برادر باشیم. چی گپ شده؟ او قرغیز و تاجیک، بین قرغیز و تاجیک فرق نیست. او خیلی قصه ها بسیار من برای شما نقل کنم. باید نکنید. جنگ در کار نیست. عموما آتش بس رعایت کنیم. نوری چشم بالای قاش تمام بینید که کنه کیو ویران میکند. نکنید. آتش بس قطعا منع کرده شود. تیر پرونده نشود. گمانی بعد قرغیزان نسبت ما نکنند، ما نسبت قرغیزان نکنیم. گمانی بعد نکن. تا نپرونین. شما تا نپرونین. من میدونم که میخزه میخزه دور تا میزنه. با آیوسو خدا جواب میده. با تا میزنه. نه چی فایده دارد؟ نکنه. هر یک تیری که ما میزنیم، هر یک تیری که از دست سربازای قرغیز یا که تاجیک میبراید، او تیر هدف خود را دارد. او تیر در طرف انسان نرسید، در بدن یک جانور میرسد، در بدن خزنده و پرنده و یک درخت یکی میرسد. او تیر نپرونید. آتش بس قطعا رعایت کرده شود. برادرها، سخن بسیار نمیگم. برادرها، فقط آتش بس، باز هم آتش بس. ما قطعی برادران قرغیز دوست برادر بدیم. دوست برادر انشاءالله میمانم. حل خودشو در رمکه دو دولتی ابرقدرت حل خود رو میباد. یگان پادوان، یگان فرمر، یگان ساکن قشلاق حقی سرحد چین چاق کردن ندارد. حکومت جمهوری وقتی که ما سرحده، ما جان دل خطی قبول میکنیم، موافقه قبول میکنیم. دیگه یگان کس حق نداره که با این در این باره با حق نداره گپ زند. حکومت جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان سرحد ما با جان دل قبول میکنیم. همسایگی میکنیم، دوستی و برادری میکنیم. خدا نگهبانتان باشد. نیست با جنگ، صلح و صلاح، تنجی و آرامی تاجیکستان عزیزی ما به پیش هست و به پیش هستیم.